بازاریابی برای من مربوط به ارزش هاست. دنیا یه جای خیلی پیچیده است، یه جای خیلی پر سر و صدا و ما این شانسو نداریم که کاری کنیم مردم چیزی رو از ما به یاد بیارن. هیچ شرکت این شانسو نداره. بنابراین ما باید درباره چیزهایی که میخوایم از ما بدونن خیلی روشن باشیم. اپل خوشبختانه یکی از برندهای برتر دنیاست. برندهایی مثل نایکی، دیزنی، کوک و سونی. یکی از بهترین هاست. نه فقط توی این کشور بلکه در سرتاسر دنیا. اما حتی یه برند عالی هم به سرمایه گذاری و توجه نیاز داره اگه میخواد ارتباطها و حیاتش رو حفظ کنه. و برند اپل در این منطقه در چند سال گذشته از بی‌توجهی رنج برده و ما باید اون رو به حالت قبل برگردونیم. برای انجام این کار فقط نباید درباره سرعت و قیمت‌ها صحبت کنیم. نباید درباره بیت‌ها و مگاهرتزها صحبت کنیم. نباید درباره اینکه چرا ما از ویندوز بهتریم صحبت کنیم. صنعت لبنیات برای 20 سال سعی کرد شما رو متقاعد کنه که شیر برای شما خوبه. این یه دروغه، اما به هر حال اونا تلاش کردن و فروش داشت افت می‌کرد. و بعد اونا تبلیغات شیرخوردی رو امتحان کردن و فروش بالا رفت. شیرخوردی حتی درباره محصول صحبت نمی‌کنه، در واقع روی فقدان محصول صحبت می‌کنه. اما بهترین مثال و یکی از عظیمترین کارها در زمینه بازاریابی که دنیا به خودش دیده برای نایکیه. نایکی فقط یه محصول رو میفروشه، کفش میفروشه، و با این حال وقتی که شما به نایکی فکر میکنید چیزی متفاوت‌تر از یه کارخونه میاد تو ذهنتون. اونا توی تبلیغاتشون هیچ وقت از محصولشون صحبت نمیکنن. اونا راجع به کفیای هوادارشون و اینکه چرا بهتر از ریباک هستن حرف نمیزنن. نایکی توی تبلیغاتش چیکار میکنه؟ از ورزشکارهای بزرگ تقدیر میکنه و همینطور از قهرمانهای بزرگ. در واقع این چیزیه که اونا هستن. اپل ثروت زیادی رو برای تبلیغات خرج میکنه. شما هیچ وقت متوجه نمیشید. هیچ وقت متوجهش نمیشید. پس وقتی من به اینجا رسیدم اپل آژانس تبلیغاتیشو اخراج کرده بود و با 23 آژانس تبلیغاتی دیگه در حال مذاکره بود. 4 سال پیش ما یه کاری رو انتخاب میکردیم و خرابش میکردیم و بعد شایت دی رو استخدام کردیم. آژانس تبلیغاتی که من خیلی خوششانس بودم که چند سال پیش باهاش کار میکردم و با هم چند تا چیز ساختیم که کلی جایزه بردن که جایزه بهترین تبلیغات در سال 1984 هم جزوشون بود. و بعد کار کردن رو حدود 8 ماه پیش شروع کردیم و سوالی که اونا پرسیدن این بود که مشتریای ما میخوان بدونن اپل کیه و ما به چه چیزایی پایبندیم. ما کجای این دنیا جا داریم؟ و کاری که میخوایم بکنیم این نیست که برای مردم فقط چند تا جعبه بسازیم تا کارشون رو راه بندازیم. اگرچه این کار رو به خوبی انجام میدیم. ما این کار رو تقریباً بهتر از هر کس دیگه انجام میدیم. اما اپل کاری بیشتر از اینها انجام میده. هسته اپل ارزش اصلیش اینه که ما معتقدیم آدم‌هایی که اشتیاق دارن میتونن دنیا رو برای بهتر شدن تغییر بدن. این چیزیه که ما بهش معتقدیم. و ما این فرصت رو داشتیم که با آدمای این چنینی کار کنیم. ما این فرصت رو داشتیم که با افرادی مثل شما کار کنیم. با توسعه دهنده‌های نرم افزارها و با مشتریایی که این کار رو کوچیک یا بزرگ انجام دادن. و ما معتقدیم که آدم‌ها میتونن این دنیا رو برای بهتر شدن تغییر بدن. و اون آدمایی که اینقدر دیوانن که فکر میکنن میتونن دنیا رو تغییر بدن، همونایی هستن که این کار رو واقعا انجام میدن. بنابراین کاری که ما میخوایم در اولین کمپین بازاریابیمون در این چند سال آینده انجام بدیم اینه که به اون ارزش اصلیمون برگردیم. خیلی از چیزا تغییر کردن. بازار دنیا کاملا با چیزی که 10 سال پیش بود فرق کرده و اپل هم کاملا عوض شده. همینطور جایگاهش در بازار دنیا هم عوض شده. شما باید باور کنید که محصولات و استراتژی توزیع و تولید همه کاملا عوض شدن و ما این رو متوجه میشیم. اما ارزش‌ها و ارزش‌های اصلی اینها نباید عوض بشن. چیزایی که اپل به عنوان ارزش اصلیش بهشون اعتقاد داشت، همون چیزایی هستن که اپل امروز بهشون پایبنده. بنابراین ما میخوایم راهی پیدا کنیم که این رو به همه بگیم و چیزی که ما داریم چیزیه که خیلی به من انگیزه میده. اون از آدمایی که
دنیا رو عوض کردن تقدیر میکنه از همشون. بعضی از اونا زنده هستن و بعضیام نیستن. اما اونایی که زنده نیستن، میدونید که اگه زنده بودن و میخواستن از یه کامپیوتر استفاده کنن، از مک استفاده میکرد. و تم کمپین اینه: متفاوت فکر کنید. آدمایی که متفاوت فکر میکردن و این دنیا رو به جلو هدایت کردن قابل تقدیرن و این هدف ماست و روح این شرکت اینو لمس میکنه. پس من این کارو شروع میکنم و امیدوارم که شما هم حسی که من بهش دارم رو داشته باشید. این برای دیوانه هاست، برای متفاوت ها، طغیانگرها و درد سرساز ها، برای کسانی که شایسته شرایط خود نیستند، برای آنهایی که چیزها را متفاوت می‌بینند. آنها به قوانین علاقه‌ای ندارند و برای وضعیت موجود احترامی قائل نیستند. شما می‌توانید حرفایشان را بازگو کنید، با آنها مخالفت کنید، از آنها تقدیر کنید یا بدنامشان کنید. اما تنها کاری که نمی‌توانید بکنید این است که نادیده بگیریدشان، چون آنها چیزها را تغییر دادند. آنها انسانها را به جلو هدایت کردند و اگرچه بعضی از افراد آنها را به چشم دیوانه ها می‌بینند، ما نبوغ می‌بینیم. زیرا کسانی که آنقدر دیوانند که فکر می‌کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، واقعاً این کار را می‌کنند.